اینک توجه فرمایید به ادامه سفر به سوی خوشبختی. در برنامه گذشته از پل صراط عبور کردیم و به جلوه دروازه بهشت رسیدیم و ما الان جلوه دروازه بهشت هستیم، ولی در بسته است. مردم را جلوه در می‌بینی. بعضی از مردم نزدیک است از خوشحالی پرواز کنند. ببین قرآن چگونه این خوشحالی را توصیف می‌کند. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. پس اما کسی که کارنامه‌اش به دست راست او داده شود میگوید بگیرید کارنامه ام را بخوانید، من یقین داشتم که من به حسابم خواهم رسید. پس او در زندگانی پسندیده خواهد بود در بهشت برین که میوه‌اش قابل دسترس است و پاداش آنچه در روزگاران گذشته پیش فرستاده اید گوارا بخورید و بیاشامید. اکنون چه کسی با تو جلوه دروازه بهشت است؟ دوستان برای اولین بار جلوه در بهشت با هم ملاقات می کنند. خوشحالی ملاقات را تصور کن. دیگر همیشه با هم هستید. پدر و مادرت، فرزندانت، همسرت، دوستان و عزیزانت، همه بعد از سالها دوری. کسی در روز قیامت به فکر کسی نیست. برای اولین بار فرشتگان را میبینی. ببین چقدر از دیدن تو خوشحال هستند. او سرورمان جبرئیل است. ببین وقتی بالش را حرکت میدهد لؤلؤ و یاقوت از آن میریزد. ببین چه کسی اینجا استاده است. سرورمان ابراهیم، موسی، عیسی، مریم و این هم مادر مؤمنان خدیجه. پیامبر صلی الله علیه و سلم را ببین، او آنجاست. اولین باری که او را میبینی به او سلام کن، تو را با نامت میشناسد. میخواهی جلوه در بهشت با چه کسی ملاقات کنی؟ کمی فکر کن. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. و کسانی که تقوای پروردگارشان را رعایت کردند گروه به سوی بهشت سوق داده می شوند تا هنگامی که به کنار آن رسند در حالی که درهایش گشوده شده است و نگهبانانش با آنان گویند سلام بر شما، پاک بوده اید، جاویدانه به آن درآیید. وقتی می خواهی وارد بهشت شوی دوست داری دستت در دست چه کسی باشد؟ از همین حالا با هر کس دوست داری وعده ملاقات جلوه دروازه بهشت بگذار. به من بگو ببینم تو در کدام صف از صفوف مردم هستی. بگو ببینم از پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه دور هستی یا آنان جلو هستند و تو با آنان نزدیکی. تصور کن که با آنان نزدیک هستی. آیا نسبت به مادرت نیکی کردی و یا خیر؟ برای اسلام زندگی کردی و یا نه؟ در زمین اصلاح کردی و یا خیر؟ حلال خوردی؟ رشوه را قبول نکردی؟ ای خانم شنونده،
تصور کن که اگر بانو خدیجه یا فاطمه و یا هم مریم نزد تو آمدند در حالی که تو 18 سال داری و دستت را گرفتند، چون یک صفت از صفت آنان در تو است. ای آقای شنونده، تصور کن پیامبر تو را دوست دارد به خاطر صفت زیبایی که در تو است. پس شلوی مردم تو را صدا کند بیا نزد من، پیامبران، صدیقان و شهیدان. تو حلال خوردی، رشوه قبول نکردی و برای اسلام کار کردی. تصور کن که با هیجان ایستاده هستی و منتظری که دروازه بهشت باز شود تا این تجربه را مشاهده کنی، تجربه‌ای که در پیش رویت انجام می‌گیرد. از انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: روز قیامت خوشگذرانترین و پرنعمتترین اهل دنیا از دوزخیان آورده و یک مرتبه در آتش فرو برده می شود. آنگاه به او گفته می شود: ای فرزند آدم، آیا هرگز خوشی و خیر دیده ای؟ آیا هرگز نعمتی به تو رسیده است؟ او می گوید: والله سوگند نه ای پروردگار من. آنگاه بلازده ترین و فقیرترین مردم دنیا از بهشتیان آورده و یک مرتبه به بهشت برده می شود. آنگاه به او گفته می شود: ای فرزند آدم، آیا هرگز ناراحتی و فقر دیده ای؟ آیا هرگز بر تو سختی گذشته است؟ او جواب می دهد: خیر، والله سوگند هرگز فقر ندیدم، هرگز ناراحتی و سختی نکشیدم. این دلیل آن دو حقیقت است. آری عزیزان، یک بار مراسم استقبال پیش دروازه بهشت را تصور کن. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم. و کسانی که از پروردگارشان پروا داشته‌اند و تقوا داشته‌اند گروه گروه و سوی بهشت سوق داده می شوند تا هنگامی که به آن رسند، در حالی که درهایش گشوده شده است و نگهبانانش به آنان گویند: سلام بر شما باد. جشن استقبال در دنیا پر از نور، هیجان، خوشحالی و سرور است. نظرت در مورد جشن استقبال آخرت چیست؟ چه کسانی از تو استقبال می کنند؟ استقبال کنندگان فرشتگان الهی‌اند. موضوع مهم قبل از ورود به بهشت: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. کینه ای را که در سینه های آنان است بیرون کشیم. برادرانه بر تخت ها روبروی هم نشستند. از امروز محبت زرد در محبت است. نه بغضی وجود دارد، نه کینه، نه حسد، نه غیبت، نه هم سخنچینی. کسی تو را با کلمه جریحه‌دار نمی کند، حتی با یک اشاره چشم. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. در آنجا نه سخن بیهوده و نه حرف گناه آلود بشنوند، مگر این سخن را که همگی سلام گویند و سلام. چه کسی در را باز می کند؟ از انس رضی الله تعالی عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: روز قیامت پیش دروازه بهشت می آیم و در می زنم. دربان می گوید: تو کی هستی؟ می گویم: محمد هستم. می گوید: در مورد تو به من دستور داده شده است که قبل از تو برای هیچ کس در را باز نکنم. آیا اکنون بوی بهشت را استشمام می کنی؟ دروازه باز می شود. این لحظه را تصور کن. الان وارد می شوی، ولی می شنوی که فرشته قبل از وارد شدن تو را صدا می زند:
تا شروط ویژه ورود را بدانید. جلوی دروازه بهشت فرشته تو را صدا می‌زند. شما 4 چیز دارید. از ابو سعید و ابو هریره رضی الله تعالی عنهما روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی اهل بهشت داخل آن میشوند یک منادی ندا می‌دهد که شما حق دارید و شما وعده داده شده است که همیشه زنده باشید و هرگز نمیرید. همیشه سالم و تندرست باشید و هرگز بیمار نشوید. همیشه جوان باشید و هرگز پیر نگردید. و حق شماست که همیشه از نعمت‌های بهشتی بهره برید و هیچگاه نیازمند و غمگین نشوید. از امروز تمام درد و غم‌های دنیا تمام می شود. نه بیماری است و نه ناتوانی. همه 33 ساله اند. نه مرگ است و نه غم. هر دقیقه در بهشت خوشبختی در حال افزایش است و هرگز غم و درد وجود ندارد. آری عزیزان، لحظه ورود به بهشت فرا رسید. دروازه باز می شود و تو داخل می شوی. اولین گامت را به داخل بهشت میگذاری. اولین کارت در بهشت چی هست؟ این که اولین کار بعد از ورود به بهشت چی است در قسمت بعدی بیان می گردد. پایان این بخش.